سرخوردگی میکنیم، ول میکنیم، بدبخت بیچاره میشیم، موهامون میریزه، پوستمون خراب میشه. پس بهترین کار نکنیم. آره. Well hello. هنوز دارم رو سلام علیک کار میکنم ولی فکر کنم hello رو اینجوری دوست دارم. مال یه تیکه فیلم به اسم دنی کالینز با بازی الپاچینو و جنیفر گارنر. واقعا فیلم قشنگه، توصیه میکنم ببینی. از صبح یه دونه مو این چوسکا رفته تو تخم چشم من در نمیاد. بعد بهتونم گفتم که برای اینکه مجبور باشم ویدیو رو بگیرم، صبح که پا میشم کامل آماده ویدیو هم. الان ساعت 2 صبح، ملودی آنتی بیوتیک باید میخورد بهش دادم، الان در خدمت شما. و also با سردرد خیلی زیاد. دلیلش میخوای بدونین چیه؟ دلیلش اینه که از ساعت 2 تا ساعت 10 بچهای همسایه داشتن جیغ میکشیدن. 8 ساعت. چند تا چیزو متوجه شدم. اولا اینکه هر وقت بخوام از حرف بعدی استفاده کنم میگم شما خودتون متوجه شی. بعد توی اپیزود 3 گفتم که امیدوارم هر چه زودتر این مقدمه‌ها تمام بشه. ولی وقتی که راجبش فکر کردم نه، من دلم نمیخواد مقدمه‌ها تمام بشه. من دوست دارم وقتی که میام میشنم از حس اون روزم باهاتون صحبت میکنم، بعد یه جورایی انگار که مثلا دارم جورنال میکنم با شما، یعنی اتفاقایی که برام افتاده، اون درگیری ذهنیایی که داشتم و دارم براتون میگم. در همین باحاله، دوستش دارم. کور میشم واقعا سرم درد میکنه و پا شدم یه دونه منیزیم خوردم، آنتی بیوتیک ملودیو دادم و شروع کردم ویدیو گرفتن. بعد واقعا میخواستم فرار بکنم یعنی منتظر چیز بودم که در برم، بهانه، میدونی. بعد به خودم گفتم الان انجامش ندی، یه دفعه وقتی آماده بشی انجامش ندی، باز هم تکرار میشه و انجامش نمیدی و چالنجت از بین میره. بعد تو تبدیل میشی به یک آدم نتون، بیچاره بدبخت. اینجوری با خودم حرف زدم. راستش خیلی محبت آمیز نبود ولی خب جواب داد دیگه. آقا من اصلا با این داستانه به خودت انقدر سخت نگیر مشکل دارم. یه ذره به خودت سخت بگیر. میخوای چیکار کنی؟ شرایط همینه، یه ذره سختش کن. من اصلا آدم به خودم آسون بگیری نیستم. من اتفاقا از همه سخت‌تر به خودم میگیرم. یعنی بقیه دلشون برای من میسوزه، انگار که یه دونه منه که داره میگه این کارو کن، بعد اون یکی من خسته است. بعد بقیه وقتی از بیرون میبینن میگن آخه گناه داری، ولی خودم میگم که نو، هنوز وقتش نرسیده. نمیدونم فیلم اودیسیوس رو دیدین یا نه؟ اودیسه خیلی قدیمیه، مثلا الان که نگاهش بکنی انگار که مثلا با اسباب بازی درستش کردن، ولی به اون زمان خودش یه قولی بود برای خودش. بعد یه سکانسش یادم میگفت نه اجازه نده تو را به خشم آورند، هنوز زمان بروز خشم تو نرسیده. یه حس همچین طوری نسبت به خودم دارم که اجازه نده خسته شی، هنوز زمان خستگی نیست. تندو حرف زدم، میدم رفت نفس بکشم. با اپیزود 5 از 100 تا اپیزود در خدمتتون هستیم. چیزی نیست، همش 95 تا مونده، ایزی. یه چیزی بهتون بگم، من با خودم در طول روز کلی فکر میکنم و کلی ایده دارم، حواسم به اون دنبالیدن باید باشه. بعد با خودم گفتم که یک عالمه من فکر به ذهنم میاد در طول روز که اینو میگم اینو راجبش مینویسم، راجبش میگم، صحبت میکنیم فلان اینا. من اینا رو یادم میره تا شب، پس بذار بنویسم. ببین چی شد، نگاه کن اینجا رو انگشتم دقیقاً جایی که باید مداد بذاری پوستش کنده شد. واقعاً جدی Christ's sake. به خاطر اینکه روی جایی که انگشتم رو تا میکنم این جوش نمیخوره. بعد میام مداد بگیرم دستم انگار زخم شمشیر خورده، درد میاد. وای نمیدونی. ببینید چیکار کردم. با این یکی انگشتم رو نوشتم. صبر کن دفترم بیارم. بردمش. من myself. ببین چقدر قشنگه، ایشالا مبارکش بود. بعد با خودم فکر کردم اولش که مثلا چند تا میخوای مگه بنویسی. بعد نصف کردم صفحه کاغذو که برای اون یکی پیجم که پیج تخصصیه که سالهاست فعاله و اوکی شکر خدا همه چی و به لطف دوستان، که اصلا صحبت راجع به خودم توش نمی کنم و فکر میکنم 99% کسایی که تو اون پیج منو دارن اصلا نمیدونن من کیم. یعنی میدونن من کیم از نظر متخصص بودن توی کارم، ولی من یعنی من خودم رو نمیشناسن و دوست داشتم که اینجوری باشه، چون که یه حالتیه زمانه‌ای که انگار آدما همشون آره دیگه واقعا متاسفانه دارن از
بیسیک ترین چیزاشون جلب آدینس میکنن. یعنی کافیه یه نفر صورتش یه ذره قشنگ باشه، بدنش یه ذره خوب باشه، یا خیلی داستان اغراق شده بیشتر که خودتون میدونید، دوست ندارم بازگو کنم، و خیلی راحت با اینا آدینس جذب میکنن. و از ابتدای کار اون یکی پیجم من نظرم بود که هیچ موقع این کار نکنم و شکر خدا به لطف دوستان این اتفاق اونطوری که دوست داشتم پیش رفت. بنابراین کسی اون اصلا نمیدونه من کیم. اوکی، حالا احتمالش هست که بهشون معرفی بکنم کانالو، ولی مثلا یه تعدادی ویدیو بذارم یه ذره پرتر بشه. بعد حالا اینو داشتم بعد میگفتم، با خودم گفتم بگه چند تا میخوای بنویسی. ببین پار شد خطی که کشیدم وسطش، میبینی این بالا هم اومدم نوشتم، بعد بغل هر کدومش یه مربع کشیدم که بعدن که گفتم بهتون این مربع ها رو پر بکنم. اونو گفتم چون مونپای عاشق نون سنگک نونخوار اضافه کردیم به خونمون، سگمون نون میخوره. ملودی اصلا دوست نداره، کلا چیز نیست، نونی نیست. بعد با اینکه دوست دارم من بهش نمیدم، ولی مونپای میمیره واسه نون سنگک. زندگی قبلش نونوا بوده فکر کنم. بچه‌ها میخوام یکی از موضوعا رو براتون انتخاب بکنه، انقدر که موضوع زیاد داشتیم. آره میخوام راجع به این حرف بزنم که چه کسی نه واسه اتفاقا این خیلی جالبه که الان موضوعشو گفتم، خواستم چیز دیگه بگم الان چیز دیگه بگم. من توی پیج اصلیم، یعنی پیجی که بقیه دارن و 10 سالی هم هست که فعالیت داره، چندین ویدیوی میلیونی دارم. خب و خب بر من عادی شده دیگه، خدا رو شکر همه چیز خوبه، روی قلتکی افتاده و داستان. من زمانی که این چنل رو زدم به هیچ کس نگفتم، یعنی حتی پدر مادرم هنوز نگفتم که من این چنل رو زدم. میخوام که واقعا چنل خود به خود برای خودش مخاطب جذب کنه و توی اون پیج تخصصی من اصلا اشاره نکردم به این که یه همچین کانالی زده شده و آیدیش اینه و بیاید ببینید این داستانه. خب و این داستان باعث چه اتفاقی شد؟ من الان فکر کنم الان من در اپیزود 5 رو برای شما میگیرم، ولی کلا 2 تا اپیزود آپلود شده الان، برای اینکه سخت ترین قسمت کار این کانال برای من اینه، یعنی اینجوری بتونم بشینم چون همش کار دارم و دارم میدونم. بنابراین اینا رو دارم جلو میگیرم. حالا مثلا در طول روز یه موقع میبینی 5 دقیقه 10 دقیقه هم دستم خالی بشه، کوچولو ادیتش میکنم، یا حتی موقع غذا خوردن ادیت میکنم. ببین الان توی این 2 تا دونه اپیزودی که من گذاشتم، آخرین باری که چک کردم که مثلا فکر کنم 5 ساعت 6 ساعت پیش اپیزود 2 رو پست کردم، فکر کنم 37 تا دونه ویو گرفته و کلا کانال الان 14 تا دونه فالوور یعنی سابسکرایبر داره و 6 تا دونه ویدیو. من ذوق کردم براش. ذوق بهت میگم، ذوق میشنوی. چرا؟ چون یه چیز جدیده. من یه استادی داشتم یه کار خیلی بامزه میکرد که تو هیچ آدم دیگه ندیدم این کار رو انجام بده. یه ماشین خیلی اوکی داشت، ماشینش مثلا لوکس بود، آلمانی بود، خیلی راحت بود ماشینش. چه کاری میکرد؟ این هر چند ماه یه بار میومد ماشینشو میذاشت، حالا مثلا توی پارکینگ، دست بهش نمیزد، برای خودش یه حالت چالش توری داشت دیگه. به خودش میگفت که اجازه نداری ماشینو برداری. بعد با یه ماشینی که مثلا خیلی خیلی بیسیک، یعنی دیگه همون ته کف ماشین های جامعه، اونو برمی‌داشت و میرفت، حالا مثلا یا مال خودش، حالا یا از یکی میگرفت، مثلا مال سرایدارشونو میگرفت، یا به هر نحوی خودشو میرسوند به این ماشینه و 1 هفته خودش رو مجبور میکرد که با این ماشین رفت و آمد بکنه و در انتهای هفته که دوباره ماشین خودش رو میگرفت، انگار که دنیا رو به این داده بودی. بعد یه دفعه بهش گفتن که استاد چرا این کار رو انجام میدیم؟ و یکی از بیزنسمن‌های خیلی خفن بود و آدم، فکر نکن مثلا بیزنسمن خفن بعد 70-80 سالش باشه، نه، آدم جوون و بسیار خوشفکری بود. حالا جوون که مثلا یه 20 سال با ما اختصاص، مثلا اینه که پیر نبود. بهش گفتیم که چرا این کار انجام میدین شما؟ گفتش که برای اینکه دوباره مزهش میاد بالا و راست میگه. اینو راست میگه. ببین تو وقتی که یه چیزی رو گم میکنی، مثلا فکر کن موبایلتو میزنن، بعد در و داغون میشی، گریه میکنی، حالت بد میشه، مثلا یه دونه نوکیا 2.0 نمیدونم چند میگیری دستت، مری چیکار میکنی؟ دو معلومه
داره میکنه خونشو، نمیدونم معلومه تو کادر یا نه. مثلا فکر کن نوکیا مثلا فلان میگی دستت و خیلی سخته وای مثلا اطلاعاتمو میخوام، اگر که بهت زنگ بزنم بگم موبایلت پیدا شده، انگار از اول 3 دفعه با هم خریدیش. یعنی اتفاق برای من افتاده که چیزی فکر میکردم گم کردم، وقتی که پیداش کردم از لحظه‌ای که خریدمش خیلی بیشتر ذوق زده بودم و یه حسیه که دارم سعی میکنم در قسمت‌های مختلف زندگیم این رو برای خودم ملموس‌تر بکنم. زمانی که ما داریم خوراکی میخوریم کاش یه نفس بکشم بعدن تو ادیت پدرم در نیاد. من خیلی سخت ادیت میکنم، یه تیکه دارم حرف میزنم آروم دختر یواش، ساعت 2:30 صبح کجا خبری؟ جایی نداری بری که آروم حرف بزن. دنبالم کردن، همش میترسم حافظه گوشیم پرشه، ولی خب حالا سرم درد میکنه. خدا وکیلی اگر بچه کوچولو دارین لطفاً حواستون به جیغاش باشه. به من جیغ میزنن بچه‌ها، من بچه‌ها رو دوست دارم، بدم نمیاد از بچه‌ها، ولی وقتی که بچه جیغ میزنه احساس میکنم از اینجای سرم تا اینجا تمام سلول‌های عصبیم ورم کرده، درد میکنه. جیغ که میزنه آخه جیغ یه انگار آلارم خطره. بعد تو ناخودآگاه، خصوصا یکی مثل من که کارش با حیواناست، میخوام برم برای مثلا رفع خطر، برم به جنگ دشمن، بچه رو نجات بدم. خب بچه داره بازی میکنه جیغ میزنه، های درد میکنه. دارم سعی میکنم تو قسمت اگر که تو کاتا اینا جابجا شده ببخشید دیگه، مدل حرف زدنمه. دارم سعی میکنم که اینو تو بخش‌های مختلف زندگیم بذارم، چون خیلی وقتا چیزایی برای ما عادی میشه. دقیقاً اتفاقی که با ملودی برای من افتاد که خدا رحم کرد، من ملودی برام عادی شده بود دیگه، همیشه بود. یا مثلا فکر کن تو پا میشی خیلی لباساتو بریزی تو ماشین لباسشویی، بعد از قرم داری که چقدر لباس بشورم، خسته شدم، فلان صحبتا. کافیه 3 روز ماشین لباسشوییت خراب باشه، خود تو میزنی دیگه، چون ماشین لباسشویی تو میخوای. بعد وقتی که ماشین لباسشویی تعمیر بشه تازه انگار از اول بهت دادنش، بگی وای خدای شکرت چقدر خوبه. کافیه مجبور شی 2 دفعه لباسا رو با دستت بشوری. خب یا مثلا نصف شب حوس یه خوراکی بکنی و نصف شب اسنپ که نمیاره برات، مارکت هم همه بستن. چند شب که این اتفاق بیفته، اگر روز بعدش وسط روز یادت بیفته و امکان این رو داشته باشی، یعنی لاکچریشو داشته باشی که زنگ بزنی اوردر بکنی و برات بیارن، تازه قدرش دستت میاد. یه چیزی تو مایه قدر نعمت و دونستن. من چند روز پیش زنگ زدم به عطاری، زنگ که نه اسنپ زدم دیگه، برام گردو آورد. خب خدا رو شکر همه مریض شدن، من فقط به حالت سرفه موندم. راضیم، هم رو نگهدار، مرسی. الان فردا میشه این پشه مگس کش خورده میشم. حالا هم درد میکنه، آی احساس میکنم تب دارم، باید انجامش بدم. ولی آره زدم عطاری بر من گردو آورد، بعد همونو زدم دوباره. کلا من توی اسنپ دارم زندگی میکنم، همه چیمو دارم از اسنپ میگیرم. تنها چیزی که امروز یکم مکدرم کرد این بود که اسنپ دارو درست کار نمیکنه. لطفا مسئولین رسیدگی کنین. 2 ساعت طول میکشه سفر لود بکنه، سفرم که لود میکنه میگه تازه الان کجای نقشه ای، کلا همه چی یادش میره. مکدرم کرد اون کار نکردم، ولی بقیه‌اشو دارم تو اسنپ زندگی میکنم. بعد زدم برام از من نون سنگک آورد. ببین خدا بخواد الهی برای همه. من فکر کنم مامان بزرگ بابام یه همچین کسی تو خاطراتش تعریف میکنه، یا خاله بزرگش بوده یا مامان بزرگ خودش بوده که میگفته ننه الهی نونت همیشه گرم باشه، نوشیدنیت همیشه سرد باشه. مثلا یه دعای اینطوری بوده، عین همون دعای نونه رو بر من آورد. وای فکر کن ایرانی باشی بعد این بوی نون سنگک تو خونه بپیچه، بعد دی ان ای تو اذیت نشه. من ژنومم داشت میرقصید به این بوی نونی که تو خونه را افتاده بود. بعد برای خودم دلت نخواد قشنگ ببین لقمه نون پنیر گردو درست کردم با چای شیرین مشتی خوردم. بعد تو دلم گفتم خدایا همیشه این کاری که من بتونم گردو و نون تازه رو بگیرم گیر بیارم. بعد به خودم گفتم تو این دعا رو هیچ موقع برای غذاهای مثلا لوکس فلان خدایا بذار من همیشه نمیدونم استیک دم در خونم باشه پرم باشه نکردی. داستان چی برای نون پنیر اینو گفتی؟ بعد به خودم فکر کردم دیدم که من زمانی نون پنیر و گردو رو دلم میخواد که حال روحم خوبه. ببین خیلی وقتا تو میری مثلا یه رستوران خیلی لوکس میخوای حالتو عوض بکنی، تو زمانی به غذاهای خیلی بیسیک و اصولا نوستالژی هوس میکنی، مثلا هوست میفته بهشون که حالت خوبه، نیاز به چیزی نداری برای اینکه حالت
حالتو خوب بکنه هوس کردی، یاد کردی. و اون مثلا زمانی که من نون و پنیر رو گردو میخوردم زمان کوچولوییم بوده. معمولا من صبح بیدار میشم مثلا صبحانه نمیخورم. الان اگر بخوام بخورم مثلا پروتئین بیشتر، یعنی نون پنیر گردو یه چیز نوستالژیکه برای بچگیمه. مثلا خونه مامان بزرگم یادمه بعد از ظهر از خواب که پا می شدیم، بعد برامون همیشه مامان بزرگ من، مامان بابام، هم میز صبحانش همیشه پر بود و آماده بود، هم میز عصرونش همیشه آماده بود. بعد یه همچین چیزی هم مثلا نون و پنیر و گوجه و خیار، نون و پنیر و گردو، مثلا نون و پنیر و هندونه، از این صحبت ها بود. برای من یه نوستالژی خیلی قشنگی داره این ماجرا. برای همین آره از آینه میتونم ببینم چی باید. خلاصش این که مقایسه کردنه خیلی وقتا میتونه طعم زندگی تو دهنت بد کنه، خیلی وقتا میتونه طعم زندگی تو دهنت خوب بکنه. مثلا این قیاسی که من کردم کانال خودم و با پیجی که دارم یه چیز جالبیه، یه حس خوشایندی بر من که شروع نو. ولی بعد از ظهر همینطوری داشتم یوتیوب دنبال یه دونه ویدیویی بودم که فقط صدا باشه توی خونه. یهو نگاه کردم دیدم مثلا دختره ویدیوشو گذاشته توی 5 ساعت انتداد ویو لایک و اینا گرفته. یهو حالم بد شد، اصلا انگار زیر پام خالی شد، انگار دیگه دلم نمیخواست ویدیو بگیرم. دلیلش چیه؟ درست میشه یه روز. دلیلش اینه که من وقتی که خودم حالم خوبه تو کانال خودم، چون دارم خودم رو با دیروزم مقایسه میکنم، خودم رو با 2 روز پیشم مقایسه میکنم. راستی یه چیزی بهتون بگم، یه شخصی بود، یه پیجی بود هست که من اصلا نمیشناسمش، یه پیج پابلیکیه و مثلا من به استوریاش ریاکت میکنم، مثلا جواب میده و اینا، و این یه مدتی هستش که همینطوری بعد صحبت مثلا راجع به محتوای استوریش، صحبت اضافی نیست. بعد این بنده خدا راجع به باشگاه رفتن یه ذره احتیاج به هول داشت. بعد من یهویی گفتم بهش که من چند روزه که خودم رو به یه چالشی کشیدم، دوست دارید شما رو به چالش دعوت بکنم؟ و اصلا نگفتم مثلا چه چالشیه برای من و اینا، و من با پیج شخصیم با این آدم صحبت میکنم، یعنی مثل یکی از فالووراش اصلا نمیدونه من کیم، چه کسی اون پشت نشسته، نمیدونه دختر پسر، اصلا معلوم نیست. من فقط مثلا منتظرم که بگه آره، بعد بهش بگم که من این کارو کردم. البته نمیگم که این کانال رو فلان اینا، فقط میگم که مثلا من برای خودم یه چالش 100 روزه گذاشتم، شما اگه دوست داری چالش 100 روزه بذار برای خودت، برو باشگاه، بعدا مثلا اینطوری مجبور میشی که سازنده تر باشی. منتظر باشید بهتون خبرشو بدم. خب منتظر باشید بهتون خبر میدم که احتمالش هست آبرون بره، مثلا بگه نه مثلا بگه دیوونه ای چیزی هستی. ولی خب من اگر باشم، اگر این نفر اینو به خودم میگفت، ازش میپرسیدم که چه چالشی در چه زمینه ای، یا منظور چیه، زبون بسته، چی میخوای بگی. حالا احتمالش هست آبرون بره، اشکال نداره که من نمیشناسه که مهم نیست، و احتمالش هم هست که چیز خوبی بشه. اگه این ورم میگی میبرم بگیم. آره این رو مراجعه مقایسه اون قسمت اول گفتم. قسمت دوم این بود که من داشتم خودم با یک آدم مقایسه میکردم که نه نقطه های شروعمون یکیه، نه جاهامون یکیه، نه حتی من دارم ای استوریمو با ای استوری اون مقایسه میکنم. من دارم ای استوری خودم رو که الانه این ای استوری منه، برای اون مثلا دیگه رسیده به ام و ان. مثلا میدونی چی میگم، مثلا از 1 تا 100 من باید برسم. الان رو خونه 1 وایسادم، دارم با یکی خودم مقایسه میکنم که رو خونه 60 و 70 وایساده. خب اون زحمتشو کشیده، انرژیشو گذاشته، زمانشو گذاشته، 2 ساعت چشمش تو گوشی بوده و الان رسیده به اونجا. ولی این داستانو ذهن ما نمیفهمه، بنابراین مقایسه میکنیم، احساس سرخوردگی میکنیم، ول میکنیم، بدبخت بیچاره میشیم، موهامون میریزه، پوستمون خراب میشه. پس بهتر این کار نکنیم. آره دوباره بس قبلی تماش کردم یهو بدون آره دیگه همین فعلا. آقا من از این حرکت خوشم نیامد، خیلی بر من نونوره. من احتیاج به یه چیزتر دارم، نمیدونم، بین برادر درون و بچه درونم موندم، کودک درونم و برادر درونم با هم دیگه هی اتصالی میکنن. من نمیدونم چی باید بگم الان. یه چیز قشنگی برای خدافظی پیدا میکنم دیگه، ولی فکر کنم سلام کردنم رو فیکس کنم روی اون، چون خیلی اون تیکش رو دوست دارم. اگرم که ندیدین بچه اون فیلم رو حتما برین ببینین. این داستان دنی کالینز واقعیه، یعنی بر اساس یک زندگی واقعیه. یه ذره‌اش رو ببینید جذبتون میکنه، قول میدم خیلی قشنگه. بعد بچه در وا میکنیم میگه هلو
یا میگه hello there یا همین چیزی. آره ببینم که بتونم فریزمو ست بکنم. الان موقع خدافظی، من هنوز دارم سلام علیک با شما بحث میکنم. مراقب خودتون باشید، کانال رو سابسکرایب کنید، لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستاتونم بگین بیان، چون من میخوام که خودش کانال رشد بکنه، نمیخوام بگم به کسی که از قبل منو میشناسن بیان. فعلا بوس بکنم ها اینجوری. آره خدافظ. آره این خوب شد. فعلا